داستانک سوسک، رمز بر راز همزمانی. داستان سوسک، رمز بر راز همزمانی، حول محور زنی به نام نازنین میچرخد که در شب‌های تاریک و ساکت به خواب‌های پریشان و عجیبی دچار می‌شود. خواب‌هایی که او را به دنیای وحشت می‌برند. و یکی از این خواب‌ها خواب سوسکی بزرگ و سیاه است که به طرز عجیبی او را تعقیب می‌کند. این خواب به شدت او را آزار می‌دهد و پس از بیدار شدن غم و اندوه عمیقی را در دلش به جا می‌گذارد. نازنین در حین صحبت با یکی از همکارانش درباره این خواب ناگهان با سوسک واقعی مواجه می‌شود. این واقعه او را به شدت بهت‌زده می‌کند و او را به تفکر درباره ارتباط این سوسک با ترس‌های درونیش و مفهوم همزمانی می‌اندازد. او به یاد کارل یونگ، روانشناس مشهور می‌افتد که درباره پدیده همزمانی، یعنی وقوع همزمان دو یا چند رویداد بدون ارتباط علی، صحبت کرده بود. در ادامه، نازنین با صدای زنگ تلفن از افکارش خارج می شود و با یک دوست قدیمی صحبت می کند که او را به یک مراسم خاص دعوت می کند. او با تردید و کنجکاوی به مراسم می رود و در آنجا با افرادی آشنا می شود که هر کدام داستانهای عجیبی از همزمانی ها و تجربیات خود دارند. یکی از آنها داستان سوسکی را تعریف می کند که به زندگیش وارد شده و او را به تغییرات عمیق سوق داده است. در میانه مراسم، سوسک بزرگ و سیاه دوباره ظاهر می شود و نازنین از ترس به سمت در می دود. اما متوجه می شود که دیگران نیز به سوسک واکنش نشان می دهند و این سوسک به نماد ترس‌های جمعی آنها تبدیل شده است. نازنین به یاد می آورد که یونگ گفته بود همزمانی ها می توانند به عنوان راهنمایی معنوی عمل کنند و به ما در درک عمیق‌تر از خود کمک کنند. او تصمیم می‌گیرد با ترس‌هایش رو در رو شود و به سمت سوسک می‌رود و آن را در دست می‌گیرد. در این لحظه او احساس می‌کند که بار سنگینی از دوشش برداشته شده و سوسک به نمادی از تغییر و تحول در زندگیش تبدیل می‌شود. این آگاهی به نازنین دنیای جدیدی از معنا را معرفی می‌کند و او شروع به نوشتن تجربیاتش و بررسی همزمانی‌ها و نمادها می‌کند. نازنین به این نتیجه میرسد که همزمانی ها تصادفی نیستند و می توانند ما را به درک بهتر از خود و جهان اطرافمان هدایت کنند. او به دیگران کمک می کند تا با ترس‌هایشان مواجه شوند و به اعماق ناخودآگاهشان نفوذ کنند. این داستان به ما یادآوری می کند که مواجهه با ترس‌هایمان و پذیرش آنها چقدر مهم است و سوسک به نمادی از ترس‌ها و تغییرات در زندگی ما تبدیل می شود. در نهایت، نازنین با مواجهه با ترس‌هایش به آرامش می‌رسد و به دنیای جدیدی از معنا و ارتباطات معنوی دست پیدا می‌کند. او می‌آموزد که همزمان